خیلی خوش اومد به این فصل. میخوایم درباره فلکس صحبت کنیم. بچه فلکس و گرید خیلی سادن. بعضیا فکر میکنن که فلکس و گرید یه مقدار پیچیده است، اما نه، خیلی سادن. فلکس و گرید همون CSS هستن، یه بخشی از CSS، یه سری ویژگی های CSS هستن. خب من اینجا یه تگ دیو میسازم. بذارید یه کلاس هم بهش بدم با کلاس پرنت، یعنی تگ والد، و 3 تا دیو دیگه داخلش میسازم با کلاس های آیتم 1 و 2 و 3. اینو باید دات بذارم و 3 تا میخوام ضرب در 3. خب اولی آیتم 1، آیتم 2 و آیتم 3. کنترل اس رو میزنم. بریم به اینا یه استایلی ما بدیم. اولیش پرنت بود. من اول پرنت رو میخوام بشه یه استایلی بدم. پرنت یه وید 100% بهش میدم و یه هایت 8.vh و یه بک‌گراند کالری هم بهش میدیم که مشخص باشه. خب اینو رنگش من عوض کنم، یه مقدار ملایم تر میکنم رنگشو. این از پرنت ما. خب حالا بریم به آیتممون هم یه ویدیو هایتی بدیم دیگه، یه استایلی بدیم. اول بچه من یه کلاس آیتمم به اینا اضافه میکنم، به هر کدوم یه کلاس یکسانی به اینا میدم. خب اینو انتخاب کنیم، اینجوری راحت تره. آیتم، چون نمیخوام کلاس رو توی هر کدوم تکرار کنم. بچه اگه میخواید مثلا این ویژگی های یکسان برای چند تا تگ تعریف کنید، بیاید یه کلاس به این صورت تعریف کنید که دیگه هی اینا رو ننویسید واسه هر کدوم از این کلاس ها، اینا تکرار نشن. من میخوام ویدیو هایت اینا یکسان باشه. ویدیو هایت اینو میزنم مثلا 100 پیکسل، هایتش هم میزنم 100 پیکسل. خب حالا میایم به هر کدومش یه بک‌گراند کالری میدیم. آیتم یکو میگم بک‌گراند کالر تو سبز باشه. ببینیم آره اوکی. خب اینو دوپلیکیت ازش میگیرم، این آیتم 2 و اینم آیتم 3 و رنگ های متفاوتی بهشون میدیم. خب بچه ها فرض کنید فلکس میاد چیکار میکنه. اینجا سایت هم بذارید من بیام بهتون نشون بدم. ما اگه فلکس رو گیرید بلد نمیشه، مثلا طراحی سایت خیلی پیچیده میشه. المنت های ما توی HTML میان زیر هم قرار میگیرن. اگه بخوایم بغل هم قرار بدیم باید بیایم دیسپلیشون رو اینلاین کنیم، درسته؟ دیسپلیشون رو اینلاین کنیم برای اینکه اینا منظم کنار هم قرار بدن باید هی بهشون مارجین و پدینگ بدیم. بر فرض مثال که ما مارجین و پدینگ دادیم به این صورت قرار گرفت، اما این مارجین و پدینگ میاد وقتی ما عرض اسکرین سایزمون کوچیک و بزرگ میشه، این مارجین پدینگ ها خوب عمل نمیکنه، به هم میریزه، رسپانسیو نمیشه درست سایتمون. اینجاست که فلکس و گرید میان به ما کمک میکنن. اینجا دقت کنید، من کل این بالا رو، اینجا رو، اینا رو همه رو من با فلکس زدم. اینا میبینید چه منظم کنار قرار گرفتن. وقتی کوچیک میکنم توی موبایل به این صورت میشه. اینا رو همه رو من با فلکس زدم. خب بریم به این فلکس چیه. ما به این تگ پرنتمون دیسپلیش رو میگیم فلکس باشه. دیسپلی فلکس ما وقتی میدیم این المنت هامون خیلی خوب و خوشگل میان کنار همدیگه قرار میگیرن. خب بریم ببینیم. میبینید اینا اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن. بچه‌ها بخش من فکر کنم سرما خوردم، صدام در نمیاد این جلسه. خب این از فلکس ما. پس ما وقتی میایم پرنت یه عنصریمون به تگ والد دیسپلی فلکس میدیم، فرزنداش میان کنار همدیگه قرار میگیرن. بچه‌ها یه چیزی رو میخوام درک کنید. خب ما توی فلکس یه محور مین داریم، یه محور کراس داریم. بریم بهتون نشون بدم با یه عکس. ما با این سمت راستی الان فعلا کاری نداریم، این سمت راستی اصلا در نظر نگیرید. ما الان محور مینمون به صورت افقی است. این قرمز محور مین ماه و این نارنجی محور کراس ماه.
میبینید؟ پس ما توی فلکس دو تا محور داریم، محور مین و کراس. محور مین میشه گفت همون محور ایکس هاست الان، البته الان فعلا. این محور افقی محور مین ماه و محور عمودی محور کراس ماه. ما یه ویژگی داریم به نام این چی شد؟ justify content. بچه justify content روی محور مین عمل میکنه، یعنی به صورت عمودی عمل میکنه. justify content میگه این المنت های داخلت میخوای به چه صورت باشه، چینششون. من میگم سنتر باشه، اینا همشون وسط چین میشن. میبینید به صورت عمودی اومدن وسط چین شدن. ما مقادیر دیگه اینجا داریم. ما اینجا فلکس استارت رو داریم. فلکس استارت یعنی محور ما از سمت چپ شروع میشه دیگه. اینجا رو نگاه کنید عکسو. ببینید شروع این محور من از اینجاست و اینجا به پایان میرسه. میگیم از استارت تو بیا چیده شو، یعنی از سمت چپ. فلکس اند رو بزنیم میرن سمت انتهای محور مین. و مقادیر دیگه داریم، مقادیر خیلی پر استفاده مثل اسپیس اراوند. بچه اسپیس اراوند میبینید به این صورت میاد مرتب میکنه، یه فاصله از این گوشه ها میده و فاصله بین المنت ها به صورت یکسان تقسیم میشه و من اینو هر چقدر بزرگش کنم به همین صورت ها. میبینید این خودش میاد واسه من رسپانسیو میکنه، خیلی عالیه. و یه اسپیس بیتوین داریم. اسپیس بیتوین میاد این عنصرهای کناری رو میچسبونه به گوشه عنصر پرنت ما. من میخوام از همین اسپیس اراوند استفاده کنم. خب گفتیم که جاستیفای کانتنت میاد روی محور مین عمل میکنه، یعنی به صورت افقی روی این آیتم های ما اعمال میشه. ما یه ویژگی دیگه داریم به نام الاین آیتمز. بچه الاین آیتمز میاد روی محور کراس عمل میکنه به صورت عمودی. یعنی من اگه به این بگم سنتر، به صورت عمودی میاد سنتر میکنه. میبینید این هم از الاین آیتمز من. خب ما یه ویژگی داریم، من این دوتا رو کامنتشون میکنم، میخوام بیشتر درباره محور مین و کراس بهتون بگم. ما به صورت پیشفرض فلکس دایرکشنمون رو هست. میبینید این روه، میگه به صورت ردیفی باشه فلکس من. ما اگه اینو کالم بدیم یعنی به صورت ستونی باشه. میبینید به این صورت میشه، به صورت ستونی میشه. ما وقتی فلکس دایرکشنمون رو برابر کالم قرار میدیم جای محور مین و محور کراس عوض میشه. اینجا رو نگاه کنید، ما گفتیم پیشفرضش همین رو هست، پس محور مین و محور کراس ما به این صورته. اما اگه کالم بدیم فلکس دایرکشنمون رو، محور مین و محور کراس جاشون عوض میشه. محور مین میشه افقی و محور کراس میشه محور مین میشه عمودی و محور کراس میشه افقی. و ما گفتیم که جاستیفای کانتنت روی محور مین عمل میکنه. چی شد؟ من اینو از کامنت درش میارم. الان ببینید، میبینید الان محور مین من تغییر کرد. جاستیفای کانتنت هم روی محور مین عمل میکنه. وقتی این رو باشه محور مین من افقیه، وقتی کالم باشه محور مین من میشه عمودی و جاستیفای کانتنت میاد روی محور مین کار میکنه. و گفتیم که الاین آیتمز میاد روی محور کراس عمل میکنه. میبینید محور کراس من الان افقیه دیگه و به صورت افقی اومد اونو سنترش کرد. ما به این مقادیر جاستیفای، هر مقداری که توی جاستیفای کانتنت داشتیم اینجا هم داریم. مثلا اینجا فلکس استارت رو داریم، فلکس اند رو دارم من. میبینید اسپیس اراوند روی الاین آیتمز تأثیری نداره. بذارید اینو رو کنم. میبینید اسپیس اراوند و اسپیس بیتوین روی الاین آیتم اعمال میشن، ولی هر ویژگی به جز این دوتا جاستیفای کانتنت میگیره اینم داره، مثل سنتر و فلکس استارت و فلکس اند.
خب متوجه شدید دیگه محور کراس چیه و محور مین چیه. ما وقتی فلکس دایرکشن رو عوض میکنیم، از رو به کالم میدیم، محور کراس و محور مین ما جابجا میشن. خب من میخوام یه حرکت دیگه ای بزنم. من یه ذره ویدیو هایت اینا رو بزرگ میکنم. اینا رو من میکنم 200 پیکسل. میبینید اینا چسبیدن به هم دیگه. بکنمشون 300 پیکسل. این 300 پیکسل زیاده، همون 200 میذارم. میبینید تا اینجا اوکیه. خب من اینو ذره چیزش کنم، مینیمایزش کنم. تا اینجا اوکیه، ولی اینجا میان این 300 پیکسل رو به هم میچسبن و طبیعتا باید وقتی جاشون پر میشه به خط بعدی منتقل بشن دیگه، واسهشون جا نیست. اما اینا به هم فشار میانن و همدیگه رو کوچیک میکنن. ما اگه بخوایم این اتفاق نیفته، میام از فلکس رپ استفاده میکنیم. فلکس رپ پیشفرضش نو رپ هست. نو رپ یعنی به خط بعدی منتقل نشو. و اگه اینجا رپ بذاریم میگه که به خط بعدی منتقل شو. میبینید الان بهتون نشون میدم تا اینجا اوکیه. من اینو باید مینیمایزش کنم. اینا وقتی به هم میچسبن دیگه به هم دیگه فشار نمیارن که کوچیک شن، به خط بعدی منتقل میشن. این هم از این جلسه. تمرین یادتون نره، جلسه بعدی میبینمتون. خب بچه بریم ادامه فلکس رو یاد بگیریم. من اینجا یه دیو با کلاس پرنت ساختم و 3 تا دیو دیگه داخلشه و اینجا هم یه کلاسی به هر کدومشون دادم. به پرنتشون هم یه دیسپلی فلکس دادم. ما گفتیم که فلکس دایرکشن ما یه دونه رو داره که پیش‌فرضش همین روه، یه دونه هم کالم. میبینید رو اینجا بیام یه من اول چیزی بدم، جاستیفای کانتنتی بهش بدم. جاستیفای کانتنتش رو برابر فلکس استارت میذارم و اینو برابر رو میکنم. اینو یه مقدار کوچیک‌تر کنیم. بچه ما اینجا توی فلکس دایرکشن ما هم رو ریورس رو داریم. رو ریورس یعنی برعکس. میبینید؟ بذارید بهتون تو این تصویر نشون بدم. اینجا بچه دقت کنید، این روه، این رو ریورسه. رو ریورس چیکار میکنه؟ میاد این محور مین ما هست، میاد محور مین ما رو جهتش رو برعکس میکنه. میگه تو حالت رو معمولی جهتش رو به این وره و توی حالت ریورس جهتش برعکس میشه، رو به این ور. پس ما الان فلکس استارت اگه تو حالت رو بدیم الیمنت ها میان سمت چپ، اما اگه رو ریورس باشه فلکس استارت رو بدیم میان سمت راست قرار میگیرن. ما همینجور کالم ریورس هم داریم. میبینید این کالم معمولی جهتش رو به پایینه، محور مینمون. توی کالم ریورس جهتش رو به بالا میشه. کالم ریورس رو دیگه میسپارم به خودتون، برید امتحانش کنید. من فلکس دایرکشن این دوتا رو نمیخوام اصلا. اینا رو پاکشون کنم. خب اوکی. ویژگی بعدی که میخوام بهتون میگم ویژگی الاین کانتنت. ما الاین آیتمز رو داشتیم جلسه قبلی، یادتونه؟ بذارید من اینجا 2 ردیف اعمال کنم. من یه دوپلیکیت این میگیرم که اینا یه فلکس رپی هم باید بهش بدیم که بیان به خط بعدی منتقل بشن. فلکس رپ. خب اینا اومدن به خط بعدیشون منتقل شدن، اما اینا من به این صورت نمیخوام، این با 3 تا باشه. خب اوکیه. فقط این 3 تاش کجا رفت؟ 3 تاشون نیستن. نه دیگه اینا یکی شدن. من میگم 3 تاش کجا رفت. اینا چون یه رنگن اومدن چسبیدن به هم دیگه. خب من اینجا جاست الاین کانتنت. بچه الاین کانتنت میاد روی لاین های ما الان 2 لاین اینجا داریم دیگه، درسته؟ 2 ردیف ما المنت داریم، این ردیف اول، این ردیف دوم که چسبیدن به هم دیگه.
من اینجا رو باید یه بوردر بدم که ما بهتر متوجه شیم. 1 پیکسل سالید وایت. یه بوردر 1 پیکسل سالید وایت به هر کدوم میدم. خب اوکی، میبینید ما الان اینجا دو ردیف المنت داریم. الاین کانتنت میاد روی این ردیف ها اعمال میشه. من اگر سنتر بهش بدم این ردیف های من وسط چی میشن؟ الاین کانتنت سنتر. فلکس اند بدیم. چرا بچه ها اعمال نمیشه؟ خب من چون پرنتم و ویدیو هایت بهش ندادم دیگه. باید پرنت من یه مقدار بزرگ بشه یا اینکه حداقل پرنتم بادی باشه. پرنتش رو میزنم ویدیوشو 100%. این چون هایت نداره سر همین اعمال نمیشه. بچه‌ها الاین کانتنت روی محور کراس عمل میکنه، یعنی به صورت عمودی. و اگه ما بخوایم به صورت عمودی اعمال شه باید این پرنت ما یه هایتی داشته باشه که از این بزرگتر باشه. پرنت اینم میدم 100 VH هایتشو. میبینید علامت فلکس اند. سنتر کنم میاد وسط چی میشه؟ الاین کانتنت پس میاد روی لاین های ما اعمال میشه. تفاوتش با الاین آیتمز چیه؟ الاین آیتمز میاد روی آیتم های داخل این لاین ها، یعنی این 2-3 تا که داخل هر لاینی هست. بذارید از الاین آیتمز هم استفاده کنیم. الاین آیتمز رو میزنم سنتر. خب هیچ تغییری نمیکنه. من که تغییر کنه اینو یه دقیقه کامنتش میکنم و این ارتفاع اینا رو من تغییرشون میدم. اینو میکنمش 100 پیکسل، اینو میکنمش 150. میبینید ما گفتیم الان آیتم الاین کانتنت روی ردیف ها و الان آیتمز میاد توی آیتم های این ردیف ها، یعنی روی این سه تا. من اگه الان الاین آیتمز رو سنتر کنم این آیتم های من میان وسط چی میشن؟ روی محور کراس. میبینید اومدن وسط چین شدن. من فلکس اند بدم باید بیان پایین. این هم از الاین آیتمز و الاین کانتنت. من اینو همون میذارم سنتر باشه. خب میریم سراغ ویژگی بعدی. بچه ها ویژگی بعدی اوردر هست. من میخوام بهتر بهتون نشون بدم. این ستا رو من دیگه نمیخوام. من این ستا رو پاکشون میخوام. اینو بذار کوچیک کنم. این ستا رو نمیخوایم. اوکی. اینو من نمیخوام دو ردیف بشه. کوچیکش کنم یه ردیف. مثل اینکه این ویدیو اینا رو یه مقدار کوچیک‌تر کنم. میکنم 170 پیکسل ویدیو اینا رو. خب خوبه. اوردر یعنی چی؟ یعنی اولویت بندی. من برای اینکه بهتر متوجه شیم آیتم 1 رو برابر 1 قرار میدم، 2 و 3 هم برابر 3. الان میبینید این 1 این 2 این 3 و یه فونت سایزش هم بزرگ کنم. فونت سایز 6 رم. این آیتم 1 من، این آیتم 2 من و آیتم 3 من. اینجا دقت کنید من اینجا چینششون بر اساس همین تعریف به ترتیب چیده میشن دیگه. آیتم 1 همون 1 قرار میگه، 2. ما میتونیم این چینش رو تغییرش بدیم. میتونیم از اوردر استفاده کنیم. اوردر او پیش‌فرضش 0. من اگر اوردر این قرمز رو 2 بدم میبینید 2 رفت آخری. هرچی این عدد بالاتر باشه اولویتش کمتر میشه و میره آخرین آیتم. برابر 1 هم قرار بدم میره همون آخری، چون اون یکی ها 0. و اگه اوردر اینو این آبی است دیگه برابر 2 قرار بدم میاد وسطیه. میبینید و همین روی آیتم سومی و اوردر اینو برابر 3 قرار میدم. میبینید این دوباره برگشت به حالت قبلی. چرا؟ چون گفتیم اولویت اول با اینه، اولویت دوم با این و اولویت سوم با این. و اینو اگر برعکسش کنیم
به صورت برعکس میشه. اما این کجا خیلی کاربرد داره؟ سایت منو نگاه کنید، بذار بهتون نشون بدم. این اوردر خیلی کاربرد داره. بذارید بخش دوره ها رو بیارم. اینجا بچه دقت کنید، من وقتی صفحه‌مو کوچیک می‌کنم توی حالت گوشی این دوتا باکس دیگه بغل هم نیستن، این میاد زیر این قرار میگیره. ما با اوردر میتونیم مشخص کنیم که این بیاد زیر این قرار بگیره وقتی کوچیک میشه یا این بیاد زیر این قرار بگیره. میبینید این الان اوردرش یکه و اوردر این دوه، اولویت بالا قرار گرفتن با اینه. بیارم اینو پروژمونو. الان من کوچیک کنم صفحه رو، اگه دقت کنید اول سبزه میاد پایین، ببخشید اول قرمز میاد پایین، چون اوردر این سه اولویتش کمتره. اول قرمز میاد پایین بعد آبی، چون سایزش کوچیکه دیگه آبیه نمیاد خط بعدی. و اما اگر من آیتم 3 اینو برابر 1 قرار بدم، الان دقت کنید آیتم 1 و آیتم 3 من اولویتشون یکه و آیتم 2 من اولویتش 2، یعنی اولویتش کمتر از اوناست. من الان اینو کوچیک کنم این آبیه میاد پایین، آیتم 2 میاد پایین. میبینی این اوردر خیلی کاربرد داره. و اینم از اوردر. ما یه ویژگی دیگه داریم به نام فلکس گرو. فلکس گرو یعنی رشد کردن، بزرگ شدن. من اینا رو فلکس رپش رو اینو کامنتش میکنم. بچه اینجا دقت کنید، ما اینجا یه ردیف داریم اما توی این ردیف اون یه مقدار جای خالی هست. میبینید ما وقتی به یه المنتی فلکس گرو میدیم میگیم انقدر بزرگ شد تا اون جای خالیه پر شه و اینجا میتونیم بهش 1 بدیم. میبینید این الان قرمز است، قرمز بزرگ میشه و جای خالی رو پرش میکنه. من اینو برگردونم متوجه میشید. قرمز رو نگاه کنید، قرمز پر میشه و جای خالی رو پرش میکنه، بزرگ میشه. من اینا رو یه مقدار کوچیک‌تر کنم بهتر متوجه میشیم. 170 پیکسل و 150 پیکسلش رو میبینید. حالا اگر فلکس گرو این دومیه، این آبیه رو هم 1 قرار بدم چی میشه؟ اگه اینم 1 قرار بدم میگیم که قرمزه و آبیه به یه اندازه بزرگ شن و این جای خالی رو پرش کنن. فلکس خالی نه، فلکس گرو. میبینید این دوتا به یه اندازه پر میشن و این جای خالی رو برای من پرش میکنن. اگه فلکس گرو این 2 باشه آبیه بیشتر بزرگ میشه. میبینید قرمزم بزرگ میشه ولی کمتر و آبیه بیشتر بزرگ میشه. فلکس گرو رو به این سبزم میتونیم بدیم، حالا نسبت به پروژه‌تون دیگه. و مقدار بعدی که داریم چیه؟ من فلکس گرو رو کامنتش میکنم. ما فلکس شرینک داریم. فلکس شرینک، فلکس شرینک برعکس فلکس گروه. میگه اگه این المنت هامون، من اینو مینیمایزش کنم، میگه اگه این المنت هامون کوچیک شدن و داشتن به هم فشار میوردن، اولویت کوچیک شدن با کدوم باشه، کدوم بیشتر کوچیک بشه. من این قرمزه رو فلکس شرینکش رو برابر 1 قرار میدم، اما 1 درست نیست چون پیش‌فرضش 1. بچه فلکس گرو پیش‌فرضش 0 اما فلکس شرینک پیش‌فرضش 1، پس اینو برابر 2 قرار میدم. الان من اینو کوچیک کنم این قرمزه نسبت به بقیه بیشتر کوچیک میشه. میبینید این قرمزه داره بیشتر کوچیک میشه. من اینا رو 170 پیکسل کنم بهتر متوجه میشین. الان دقت کنید میبینید که قرمزه خیلی بیشتر کوچیک میشه. و اینجا میتونید فلکس شرینک به اینم بدید و به این بدید، یا اینکه اینو برابر 2 قرار بدید، اینو برابر 3 قرار بدید. نسبت به پروژه‌تون میتونید باهاش کار کنید. و یه مقدار دیگه ما داریم توی فلکس به نام، کامنت میکنم اینو، به نام فلکس بیسز. فلکس بیسز یعنی چی؟ بچه فلکس بیسز میگه طول اولیه المنت من چقدر باشه. من به این قرمزه دارم میدم دیگه، میگه طول اولیه تو 200 پیکسل باشه. الان که فشرده شده، اگه حالت فشرده درش بیارم اینجا خواهیم دید که فلکس بیسز 200 پیکسل درسته. این الان طولش 200 پیکسله بچه. بذار من یه مقدار بزرگتر کنم که بهتر درک کنیم. این 200 پیکسل کمه.
میکنم 400 پیکسل. میبینید این میگه طول اولیش 400 پیکسل باشه. بچه‌ها فلکس بیسز روی محور مین کار میکنه. اینو من کوچیک کنم، میبینید نسبت به اون 200 پیکسل کوچیک میشه. حالا این فلکس بیسز رو نگاه کنید. من اگه جای فلکس بیسز ویدم رو برابر 400 پیکسل قرار بدم و فلکس بیسز رو کامنت کنم، هیچ فرقی نمیکنه. پس فرقش با این وید چیه؟ بذارید من اینو به حالت قبلی برگردونم. من گفتم که فلکس بیسز روی محور مین کار میکنه و طول اولی است. ما اگه فلکس دایرکشنمون رو برابر کالم قرار بدیم، میاد اینجا از نظر عمودی طول این المنت رو زیاد میکنه. یعنی هم به صورت میشه گفت هایت عمل میکنن و هم به صورت وید و انعطاف پذیری و سازگاری بهتری با فلکس گرو و فلکس شرینک داره. و اگه خواستید سایتتون بهتر رسپانسیو بشه، بهتره که اصلا فلکس بیسز استفاده کنید. فلکس بیسز. و مورد آخر ما میتونیم بیایم به صورت شورت هند بنویسیم فلکس. مقدار اولی که ما میگیره فلکس گرو هست. فلکس گرو گفتیم پیش ورزش 0، من 0 میذارم. مقدار بعدی فلکس شرینکه و مقدار آخر فلکس بیسزه. میتونید به این صورت خلاصه نویسی کنید. من اینو کامنتش میکنم. اینم از فلکس ها. فلکس ها همین بود و بس، چیز دیگه ای نداره. تمرین یادتون نره. سلام، خیلی خوش اومدید به این فصل. تو این فصل میخوام گرید رو با هم دیگه یاد بگیریم. حالا تفاوت گرید و فلکس چیه؟ یا اینکه ما از کجا باید از گرید استفاده کنیم و کجا باید از فلکس استفاده کنیم. بهتون گفتم که هر مسئله‌ای واسهتون پیش اومد خیلی راحت سرچ کنید و تحقیق کنید درش. ما اینجا می‌نویسیم فلکس vs گرید، یعنی تفاوت فلکس و گرید. اینجا کلی تصویر میاره واسه ما، کلی مقاله هم هست که توضیح میده. من این تصویرها رو میخوام، این تصویر رو میخوام، من مثلا اینو بهتون توضیح میدم. الان من قبلا اینو دانلودش کردم. خب بچه تفاوت فلکس و گرید اینه. فلکس به ما فقط ردیف میده، میبینید توی ردیف ها میتونیم المنت های مختلف تعریف کنیم، اما گرید به ما هم ردیف میده هم ستون میده و میتونیم یه همچین چیزی رو با گرید بسازیم، باکس های تو در تو. اما با فلکس نمیشه همچین چیزی ساخت. شاید بشه، اما باید کلی تگ دیو اضافه تعریف کنیم و پیچیده میشه کار ما. ما اینو کلهم با یه گرید میتونیم تعریف کنیم خیلی راحت. و اینکه کجا باید از فلکس استفاده کنید و کجا گرید، این دیگه بستگی به کار خودتون داره. خودتون باید تشخیص بدید کجا باید فلکس استفاده کنید. مثلا یه باکس ساده میخوای چند تا المنت میخوای کنار هم قرار بدی، اینجا فلکس پاسخگوه. اما اگه بخوای یه چیزی تو در تو درست کنی، به این صورت باید از CSS گرید استفاده کنی. خب بریم سراغ کد. اینو اوپن وی لایف سرور. اوکی. من یه دیو با کلاس پرنت تعریف کردم که 3 تا فرزند داخلش داره، یه 3 تا تگ دیو داخلشه. اول از همه بریم به پرنتمون من یه ویدیو هایتی بدم. ویدیو اینو میکنم 100% و هایتشو میکنم 100 ph و یه بک‌گراند کالری بهش میدم. بک‌گراند کالرش میگم این رنگی باشه، رنگش زیاد قشنگ نیست، یه رنگی باشه بهتر شد. بچه من اینجا 100% میدم، 100 VW نمیدم. وقتی 100 VW میدید میبینید یه مقدار این بد میشه، اسکرول میخوره به صورت افقی، این ور اون ور میشه. ببینید این گوشه خالی میمونه. برای اینکه این مشکل برطرف شه و بتونه از 100 VW استفاده کنید، باید از CSS ریست ها استفاده کنیم و مارجین و پدینگ رو 0 بدیم. مارجین پدینگ 0. میبینید اومد کل صفحه رو گرفت، دیگه اسکرولی هم اینجا نداریم. من برمیگردم به حالت قبلی، فقط گفتم که متوجه بشید چیکار میکنم. خب ما برای اینکه از گرید استفاده کنیم میایم مثل همون فلکس عمل میکنیم. دیسپلی پرنتمون رو برابر گرید قرار میدیم.
الان ما یک گرید رو ساختیم. حالا ما میخوایم به گریدمون بگیم که 3 تا ستون داشته باشه. میام از گرید تمپلیت کالمز استفاده میکنیم. گرید تمپلیت کالمز، میگم تو یه ستون 100 پیکسلی داشته باش، یه ستون 200 پیکسلی و یه ستون 100 پیکسلی دیگه. ما اینجا هر چند تا بخوایم میتونیم ستون تعریف کنیم بچه. من 3 تا ستون میخوام، اولیش 100 پیکسل، دومی 200 پیکسل، سومی 300 پیکسل. و میام حالا آیتمامو تعریف میکنم که بیان این ستون ها رو پرشون کنن. اولیش آیتم 1 بود. ویدو هایت دیگه ما لازم نداریم دیگه، میان این ستون ها رو خودشون پر میکنن. و چون این پرنت ما هایت داره، اینا میان 100 VH میشن، اینو به ارث میبرن چون گرید بهش دادیم. و میگم بک‌گراند کالر تو این رنگی باشه. میبینی ستون اول 100 پیکسل بود، اومد این 100 پیکسل رو پر کرد. و میریم سراغ آیتم 2، میگم تو این رنگی باشه. ستون دوممون چقدر بود؟ ستون دوممون 200 پیکسل بود، درسته؟ و اینم ستون سوممون 100 پیکسله. رنگشو عوض کنم، کلاسش هم باید عوض کنم، کلاس آیتم 3 باید بدیم. میبینید؟ اینو کوچیک‌ترش کنم، بذارید اصلا اینو بزرگش کنم. میبینید یه ستون 100 پیکسلی، یه ستون 200 پیکسلی و یه ستون 100 پیکسلی دیگه. بچه CSS گرید مثل فلکس نیست که ما اینو جمعش کنیم بیان به هم دیگه فشار بیان و همو کوچیک کنن. اینجوری نمیشه، اینجوری اسکرول میخوره. خب و رسپانسیوش هم میکنیم جلوتر. حالا من یه ستون دیگه میخوام، یه 200 پیکسلی. خب الان این ستونه چی میشه؟ این ستون خالیه چون من تگی ندارم داخلش تعریف کنم. اما من یه چیزی میخوام این آیتم وان من هم این ستون رو اشغال کنه، همین ستون رو اشغال کنه. میام به چه صورت عمل میکنم؟ میام توی آیتم وانم قرمزه، میگم گرید کالم استارت تو، میگم از کجا شروع بشه؟ میگم از 1 شروع بشه. الان بهتون توضیح میدم اینا رو. گرید تمپلیت اندتم، گرید کالم ام، ببخشید گرید کالم اندتم تا 3 بره. میبینید این اومد این دوتا رو پر کرد، 2 تا ستون این پر کرده الان. و این ستون دومی رفت رو سومیه و این سومی رفت رو چهارمیه. حالا این گرید کالم استارت و گرید کالم اند چی هن؟ الان بهتون توضیح میدم. بذارید توی فتوشاپ بهتون بگم که بهتر متوجه شید. فرض کنید این سند HTML من اینجا میام یه دونه دیگه اینو بسازم. من اینجا 3 تا ستون میسازم. این سند HTML من 3 تا ستون داره. رنگش رو تغییر بدم که متوجه بشید. الان 3 تا ستون داریم، درسته؟ یه ستون، 2 ستون، 3 ستون. ما اطراف این ستونامون خط داریم دیگه. این ستون وسطی من هست، یه خط سمت راستشه، یه خط سمت چپشه. پس طبیعتا اینجا هم یه خط داریم و اینجا هم یه خط دیگه داریم. برم این خطا رو بکشم. اینم بکشم. ما وقتی میگیم گرید کالم استارت به این معنیه که از کدوم خط شروع بشو و تا کدوم خط تموم بشی. گرید کالم استارت میگیم از خط 1 شروع شو و گرید کالم اند میگیم تا خط 2 ادامه داشته باش. پس اون المنت من میاد بین این دوتا رو اشغال میکنه، یعنی یه ستون. و اگه گرید کالم اندشو بزنیم 3 میاد این دوتا ستون رو اشغال میکنه و اگه بزنیم 4 میاد این 3 تا ستون اشغال میکنه. فهمیدید؟ از اینجا شروع گرید کالم استارت و گرید کالم اند میاد بین این دوتا رو اشغال میکنه. حالا بریم کدم بهتون نشون بدم. ما اینجا گفتیم که از خط 1 یعنی از اینجا شروع شو و تا خط 3.
خط 3 اینجاست درسته، خط 2 هم این وسطه که این اومده اشغال کرده، ما برامون معلوم نمیشه. این خط 3، این خط 4 و این انتها خط 5. ما میتونیم اینو خیلی بهتر و خلاصه تر بنویسیم. به چه صورت؟ میگیم که گرید کالم، فقط ما گرید کالم رو می‌نویسیم خیلی راحت. میگیم که از خط 1 شروع و تا خط 3 ادامه داشته باشه، یعنی این 2 تا ستون رو پر کن. می‌بینید خیلی راحت تر شد. و بگیم تا 4 رو پر کن. می‌بینید ما تو این ردیف 3 تا ستون تعریف کردیم دیگه، درسته؟ 4 تا ستون. این 4 تا ستون ما الان پره، پس ستون بعدی و هولش داد رفت پایین. 3 تاشو این اشغال کرده، یه دونه‌شو این. خب متوجه شدیم که چطور شد. ما گرید تمپلیت کالمز رو داریم، درسته؟ همینطور گرید تمپلیت رو هم داریم که میایم باهاش ردیف هامون رو تعریف میکنیم. من میگم تو 3 تا ردیف 100 پیکسلی داشته باش. اول اصلا من اینو بگم تا خط 3 ادامه داشته باش که این ستونمون هم بیاد بالا، اون یکیه. الان به این صورته. بچه ما اول بذارید اینو بهتون بگم، من اینو کامنتش کنم. من برش دارم اینم و اینم بیارم همون تا 2. اوکی، خب بهتر شد که تو دیدمون بشه. ما اینجا جای پیکسل از هر واحد شمارشی میتونیم استفاده کنیم. میتونیم از درصد استفاده کنیم، 20%، اینم بکنیم 20%. میبینید هر واحد شمارشی. یه واحد شمارش هم خود گرید داره بچه. میتونیم از FR استفاده کنیم. 1 FR یعنی 1 ستون رو بگیر، یعنی 1 ستون. 2 FR یعنی 2 ستون و 3 FR یعنی 3 تا ستون. این یعنی نه 3 FR نه 1 FR. میبینید این یعنی 3 تا ستون تعریف کن به اندازه های مختلف. من اگه این وسطی رو 2 FR کنم، میگه که ستون وسطی 2 برابر اندازه های بغلیش باشه. میبینید 2 برابر اندازه اطرافش شد. اینو 3 FR کنم چی میگه؟ 3 برابر اندازه بشه. این الان 2 برابر این اولیه است که 1 FR و این 3 برابر اولیه است. این هم از FR. میتونیم از یه واحد دیگه استفاده کنیم به نام ریپیت. ریپیت چی میگه؟ ما اینجا میتونیم بگیم 2 تا 1 FR، بگیم 3 تا چون 3 تا ستونه. این به معنی این که 3 تا ستونه 1 FR من میخوام، 3 تا ستونه هم اندازه میخوام. خب من برمیگردونم حالت قبلی، از همین FR رو میخوام استفاده کنم. خب میریم سراغ گرید تمپلیت روز. میگیم که 3 تا ستونه، 3 تا ردیف 100 پیکسلی داشته باشه. ببینید اینا اومدن ردیف اول. حالا من میام گرید روزشو میگم که تو یک اولین آیتم همه دیگه، میگم 1 تا 3 رو اشغال کن، ردیف 1 تا 3. ما اینجا 3 تا ردیف داریم دیگه، حالا اینا چون رنگ ندارن معلوم نیستن. این یه ردیف بالا، این 2 ردیف، یه ردیف هم این پایینه. الان بگم 1 تا 4، این میاد 3 تا ردیف اونم پر میکنه. 3 تا ردیف 100 پیکسلی. یه کپی ازش میگیرم. بچه‌ها میخواید اینطوری کپی بگیرید؟ خیلی بچه‌ها من پرسیدن. شیفت و آلت رو نگه می‌دارید و یه فلش پایین میزنید و میخواید اینو جابجا کنید، فقط آلت رو نگه می‌دارید و فلش پایین رو میزنید. میگم این آیتم 2 هم 1 تا 3 رو اشغال کنه. میبینید چه باحال شد. ما با فلکس نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم. میتونیم، سخت‌تره، خیلی سخت‌تر میشه. با گرید یه همچین کارهایی رو خیلی راحت ما میتونیم انجام بدیم. خب واسه این جلسه کافیه. جلسه بعد میریم سراغ ویژگی‌های باحال. جلسه بعدی میبینمتون. تمرین یادتون نره. این جلسه میخوایم کارمون رو یه مقدار راحت ترش کنیم. من یه پرنت ساختم و 4 تا فرزند داخلش داره این پرنت من. اول اصلا بریم به پرنتمون یه کلاسی میدیم، ما استایل میدیم، ببخشید استایل 100%
یه هایت 100 VH هم بهش میدم و یه بک‌گراند کالر هم میدیم بهش طبق معمول. بک‌گراند کالرتون میگم خاکستری، زیاد پررنگه، خاکستری باشه. خب و میام بهش دیسپلی گرید رو میدیم. بریم آیتمامون هم استایل دهی کنیم. درسته دیگه کلاساش آیتم 1 2 3 4. خب من یه بک‌گراند کالری میخوام به این بدم. یه کپی میگیرم از اینا. چهار. خب رنگاشون رو عوض کنیم و این 4 تا المنت من. خب من میخوام به این آیتمان به هر کدومشون یه اسمی بدم و با اون اسم ها اینا رو بذارم داخل هر ستونی که میخوام. ما به این صورت میایم بهشون اسم میدیم با ویژگی گرید اریا. اسم اولی میذارم باکس 1. دقت کنید که این اسم داخل دابل کوتیشن نباید باشه، به همین صورت بنویسید. خب یه کپی میایم پایین باکس 2، یه کپی باکس 3، باکس 4. خب حالا کاری با این نداریم که چرا اینا اینجوری شدن. میایم اینجا از ویژگی گرید تمپلیت اریاز استفاده میکنیم. من یه ردیف تعریف میکنم. ردیف ما هر ردیف رو داخل یه دابل کوتیشن میذاریم. این یعنی ردیف اول. میگم ردیف اول من یه ستون داره. ستون اولش باکس 1 باشه. ستون دومش هم باکس 1 باشه. ستون سومش هم باکس 1 و ستون چهارمش باکس 2 باشه. میبینید؟ خب الان درست میشه. ردیف بعدی رو میخوام تعریف کنم. میام یه دابل کوتیشن دیگه و داخلش مینویسم باکس 1 باکس 2 مینویسم اینا. نه باکس 3 باکس 3 باکس 3. اینجا چی دارم میگم ردیف دوم ستون اولش باکس 3، ستون دومش هم باکس 3، ستون سومش هم باکس 3، ستون چهارمش باکس 2 باشه. و ردیف آخرمون هم تعریف میکنیم. ردیف آخرام میگم میخوام باکس 4 باشه کلا. ردیف آخرمون هم باید 4 تا ستون داشته باشه دیگه مثل بقیه. میگم هر 4 تا ستونش باکس 4 باشه. میبینید به همین راحتی چقدر کارمون راحت تر شد. اومدیم یه گرید بندی خیلی حرفه‌ای با هم انجام دادیم و خیلی راحت میشه. مثل یه بذارید من اینو بیارم. با این حرکت خیلی راحت میتونیم یه همچین چیزی رو بسازیم. مثلا ما اینجا باید 10 تا آیتم 12 تا آیتم ساختیم. 12 تا آیتم میسازیم و اینا رو خیلی راحت کنار هم قرار میدیم. اصلا چیز پیچیده ای نیست. میبینید که چقدر راحت میشه همچین کارهایی انجام داد. لیوت بندی کرد، لایه بندی کرد. خب چند تا ویژگی دیگه میخوام بهتون بگم. من اول از همه میخوام بیام به آیتم یکم ویدیو هایت بدم. ویدیو هایتش رو میکنم 100 پیکسل. اینا میکنیم 100 پیکسل. هایتش 100 پیکسل. خب اوکی. میبینید این کوچیک شد. این هنوز این باکس مال خودشه ولی اندازه المنت من کوچیک شد چون اینجا تعریف کردیم این باکس مال خودشه. خب باکس مال خودشه منظورم اینا. میگم این سه تا ستون اینجا گفتیم دیگه، گفتیم باکس یک سه تا ستون اشغال کنه. این سه تا ستون هنوز متعلق به اینه و جاش پر نمیشه. فقط ما اومدیم ارز و ارتفاعش این مقدار کوچیک کردیم. ما همونطوری که جاستیفای کانتنت و الاین آیتمز داشتیم توی گرید اینجا هم داریم. ما اینجا جاستیفای آیتمز رو داریم. به جای جاستیفای کانتنت از جاستیفای آیتمز اینجا استفاده می‌کنم. می‌نویسیم سنتر. الان قرمز رو نگاه کنید می‌بینید به صورت عمودی اومد وسط چین شد بین این سه تا ستون.
و الاین آیتمز رو داریم. الاین آیتمز گفتیم به صورت عمودی میاد وسط چی میکنه؟ روی محور کراس. این روی محور مین کار میکنه، روی محور کراس. میبینید اون وسط چین شد. ما اما نمیخوایم این دوتا ویژگی روی پرنت ما اعمال بشه و روی کل فرزنداش اعمال بشه. میبینید یه مقدار کار ما رو به هم ریخت. ما دوتا ویژگی دیگه داریم که میتونیم فقط بیایم به این آیتم یک بگیم که تو جاستیفای آیتمزت و الاین آیتمزت سنتر بشه. میایم از جاستیفای سلف استفاده میکنیم. جاستیفای سلف فقط روی همون آیتم اعمال میشه. میگم جاستیفای سلفت سنتر باشه. میبینید روی محور مین میاد سنتر میکنه. مثل همون جاستیفای کانتنت اما فقط روی همین آیتم ما اعمال میشه. روی بچه های پرنت اعمال میشه. به هر کدومشون میتونیم بدیم. و مقدار بعدی الاین سلف هست. میگیم به صورت عمودی روی محور کراس تو هم سنتر شد. خب اینم از این. ما با این شیوه هر چیزی که بخوایم، هر چیز پیچیده‌ای رو میتونیم پیاده سازی کنیم. واسه این جلسه کافیه. تمرین یادتون نره. خب این جلسه میخوام درباره رسپانسیو کردن گرید ها صحبت کنیم. من اینجا یه پرنت ساختم و 3 تا فرزند داخلش داره. میام اول به پرنتمون یه استایل ما میدیم. یه وید 100% و یه هایت 100 VH بهش میدم. 100 VH کنترل اس رو بزنم اینا مرتب شن و یه بک‌گراند کالر هم بهش میدم. میگم FF CC 34. این هشتگش رو من نذاشتم یا شارپ. خب این خیلی پررنگه. من میگم تو رنگی باشه. و باید دیسپلی گرید هم بهش بدیم دیگه، درسته؟ دیسپلی گرید و بیام اول آیتمامو یه کالری بهشون بدم و بریم سراغ ستون بندی. ما فقط بک‌گراند کالر برای اینا میخوایم دیگه. میگم تو قرمز باش. کپی میگیرم از این آیتم 2 و آیتم 3. میگم تو سبز باش و شما هم صورتی باش. خب این 3 تا آیتم من میام اینجا از گرید تمپلیت کالمز استفاده میکنم برای اینکه بهشون ردیف بدم. من میخوام بیشتر درباره ریپیت صحبت کنم. ما با 2 روش داریم که بیایم گریدمون رو کلا رسپانسیو کنیم. یکی از مدیا کوئری هاست، یکی هم استفاده از این تابع ریپیته که به ما این قدرت رو میده که بتونیم رسپانسیو کنیم. مقدار اولی که من میخوام بگم البته اتوفیل هست و یه کاما میذاریم جلوش مین و مکس میدیم. مین و مکس چیکار میکنن؟ مثل مکس وید و مین وید عمل میکنن. خب میام اینجا میگم که مین وید تو 200 پیکسل باشه و مکس ویدت 1 FR باشه، 1 ستون باشه. من اینو یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. خب گرید تمپلیت کالمز، این از این. من اینو یه مقدار بزرگتر کنم. میبینید این ستونا میان بغل هم دیگه. من چون 200 پیکسل دادم بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم. اینجا ما گفتیم مکس وید تو مین وید تو باید 200 پیکسل باشه. پس ما باید عرض صفحمون حداقل 600 پیکسل باشه تا این 3 تا بغل هم جاشن. نگاه کنید این عرض این بالاست، این عرض صفحمونه. کمتر از 600 پیکسل که بشه، ببینید کمتر از 600 پیکسل باشه یه دونش میره پایین. میبینید این یه دونه رفتش پایین. بذارید من بک‌گراند کالر رو سفید کنم که اشتباه نگیرید، اینو با ستون اشتباه نگیرید. میبینید یه دونه و اگه کمتر 200 پیکسل شه همشون میان زیر هم دیگه. این خیلی خوبه. ما میتونیم مثلا بگیم توی کامپیوتر اسکرین سایز کامپیوتر به این صورت باشه، اسکرین سایز موبایل بیاد به این صورت باشه. متوجه شدید اتو فیل چیه؟ اما اینجا یه مشکلی هست. اینجا وقتی ما 600 پیکسل نیاز داریم تا این 3 تا ستون بیان کنار هم یه قرار بگیرن، اما وقتی یه 200 پیکسل دیگه بهش اضافه بشه 800 پیکسل، این میاد یه ستون خالی اضافه میکنه توی اتوفیل.
بذار من ببینم اینجا میتونم ستون رو بهتون نشون بدم. میرم توی لیوت، هاید لاینز، شو لاین، نشون نمیده مثل اینکه. چرا؟ بذارید شو لاین نمبر، شو لاین نیم. اینجا میبینید بچه‌ها ستون ها کاملا معلومه. ما اینجا 3 تا ستون داریم. وقتی این بزرگتر از 852 پی، من اینجا با دستم اینو بزرگ کوچیک کنم که نمیشه. اینجا بزرگ کوچیک میکنم، ستون رو بهتون نشون میدم. اینجا نگاه کنید، ما اینجا 3 تا ستون داریم، اما وقتی جا برای یه ستون دیگه وا میشه، یعنی 800 پیکسل میشه، میاد یه ستون خالی برای ما میسازه. میبینید اگه بشه 1000 پیکسل یه ستون دیگه هم میسازه. زد من اینو مقدار بزرگتر کنم. میبینید یه ستون دیگه هم برای ما اومد ساختش. خب شاید ما این مدل رو نخواهیم که ستون خالی برای ما بسازه. به جای اتوفیل میایم از اتوفیت استفاده میکنیم. اتوفیت هم میاد ستون جدید میسازه بچه‌ها. اینجا معلوم نیست، الان بهتون نشون میدم. اتوفیت میاد، ما تو اتوفیل توی 1117 پیکسل، بالای 1000 پیکسل 5 تا ستون برای ما ساخت که 2 تاش خالی بود توی اتوفیت، درسته؟ اینجا هم ما 5 تا ستون رو داریم ولی هیچ کدوم خالی نمیشه. اون 2 تا ستون خالی میان بین اینا تقسیم میشن. میبینید دیگه هیچ ستون خالی ما اینجا نداریم و کمتر از 600 پیکسل اینا میان زیر هم، به همون صورت عمل میشه دیگه، رسپانسیو هست. اما دیگه ستون خالی ما اینجا نداریم. خب بریم سراغ سرچ کردن. گفتم که سرچ کنید تا یاد بگیرید. میام اینجا، این سرچ های منو نگاه کن. میام اینجا سرچ میکنم چی می‌خواستیم ما، میزنم اوتو فیل گرید. بچه‌ها کلمه کلیدی رو سرچ کنید براتون میاره. میایم سایت CSS Tricks، میام پایین. اینجا 2 تا ویدیو برامون گذاشته قشنگ بهمون توضیح میده. چقدرم سرعت نت پایینه. فکر کنم یه ساعت بعد وایسیم اینا رو بیاره. خب آوردش. بچه این ویدیو رو نگاه کنید. بالای اتوفیلس، پایین اتوفیته. نگاه کنید کامل متوجه میشیم. میبینید این وقتی جا برای یه ستون دیگه باز میشه، یه ستون اضافه خالی میسازه. اما این ستون رو میسازه ولی این ستون بین این یکی ستون ها تقسیم میشه اندازش و اینا میان پرش میکنن. تو این پایینی رو ببینید بهتر متوجه میشید. نگاه کنید یه ستون جدید ساخت. میبینید یه ستون جدید وقتی جا برش میشه یه ستون دیگه میسازه. اما این پایینه ستون ها ساخته میشن اما بین اینا تقسیم میشن. دیگه ستون خالی ما نداریم. اینم از اتوفیل و اتوفیت که خیلی ها نمیدونستن چیه ولی خب خیلی ساده است. اینم از رسپانسیو کردن. این جلسه هم تموم شد. تمرین یادتون نره. میبینمتون.